عجیب ترین شهرهای ایران. یه خبر میخوام براتون بخونم. معمولا ما راجع به شهرهای عجیب غریب، شهرهایی که ویژگی خاصی دارن زیاد شنیدیم و اکثر این چیزایی که راجع به این شهرها شنیدیم شهرهایی بودن که داخل ایران نبودن. اما یه خبری میخوام براتون بخونم راجع به عجیب ترین شهرهایی که تو ایران، یعنی شهرهایی که توی ایران همین ویژگی ها رو دارن. یکی از این شهرها پاوه است. پاوه شهری که چراغ قرمز نداره. هیچ چراغ قرمزی وجود نداره توی شهر پاوه که شما پشتش معطل بشید. دلیل اصلیش نبودن زمین مسطح تو تقاطع خیابونای این شهره که اونم به ویژگی خاص جغرافیایی این منطقه و شیب زیاد دامنه کوههای اون برمیگرده. شهر عجیب بعدی شهر لاره. مدت‌ها قبل توی لار یک زلزله وحشتناکی اومد و شهر تقریباً با خاک یکسان شد. بعد اون شهر لار جدید به کمک افراد نیکوکار طبق نقشه عجیب و شگفت‌انگیز بنا شد که بر اساس اصول ایمنی و ضد زلزله ساخته شده، به این صورت که کلیه خیابونا همدیگر رو قطع میکنن. این نقشه شهر رو مملو و تقاطع کرده، اما حتی یک کوچه هم توی شهر وجود نداره. یعنی شما توی لار برید تمام آدرس ها بر اساس خیابونا هستن، خیابونای عریض و ساختمانای کم ارتفاع و محکم، و این باعث میشه شانس بیشتری برای زندگی مردم داشته باشن و هیچ کوچه‌ای توی لار وجود نداره. شهر عجیب بعدی چالدرانه توی آذربایجان. شاید باورش سخت باشه که حتی توی این تابستون داغ شهری وجود داره که مردمش از کولر استفاده نمی‌کنن. حتی اثری از کولر تو خونه‌های این شهر دیده نمیشه. از اونجا که این شهر بین رشته کوههای زاگرس قرار داره، همینطور وجود پارک جنگلی و باغ‌های بسیار بزرگ اطراف شهر باعث شده آب و هواش اونقدر مطلوب و دلپذیر باشه که نیازی به وسایل سرمایشی نیست. تبریز یکی دیگه از این شهرهاست. احتمالاً اینو شما میدونید. تبریز معروفه به شهر بیگدا. تکدیگری و گدایی یه معضل اجتماعی که تو همه جا شما میبینید دیگه، بدترین حالتش رو توی تهران دارید میبینید و هر روزم بیشتر میشه. اما شاید برای اونایی که نمیدونن جالب باشه بدونن که با وجود این همه گدا تو شهرهای بزرگ، توی تبریز هیچ اثری از گدا نیست. در گذشته در تبریز هم به دلیل مهاجرپذیری و افزایش جمعیت مثل سایر شهرها گدایی رواج پیدا کرد، اما چند سالی میشه که با کمک مؤسسات مختلف خیریه دیگه هیچ اثری از گدا تو شهر دیده نمیشه. شهر بعدی ما جلفاست. جلفا شهریه که گورستان نداره. یکی از شهرهای مرزی استان آذربایجان شرقی، تنها شهر بدون گورستان توی ایرانه. شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا و مردم این شهر در گذشته هاشون رو چیکار میکنن. از اونجایی که تمام جمعیت این شهرستان افراد غیر بومی تشکیل میدن و همینطور رسم دفن کردن اموات تو زادگاه اصلیشون باعث شده که اهالی جلفا در گذشته هاشون به روستا و شهرهای اطراف که زادگاهشون محسوب میشه منتقل اونجا دفن کنن. به همین دلیل تلاش برای ایجاد قبرستون تو این شهر بی‌نتیجه بوده. کیش که احتمالاً خیلیاتون رفتید، کیش تنها شهر بی موتورسیکلت ایرانه. وجود موتورسوارا یه معضل بزرگ برای رانندگان بوده و الان هم هست. اما تصور کنید یه شهری که هیچ موتورسیکلتی توش نباشه. اون شهر کجاست؟ جزیره کیش. طبق گفته‌های محمد حسین حمیدی، رئیس راهنمای رانندگی جزیره کیش، تو این جزیره تردد موتورسیکلت ممنوع. از سال 83 هم هیچ موتورسیکلت اینجا پلاک گذاری نشده. فقط همون تعداد موتوری بودن که از قبل وجود داشتن و اونا پلاک شدن. حالا جمعیت کیش اضافه شده، ترافیک زیاد شده و بروز یه سری مشکلات باعث شده که اصلا پلیس تصمیم گرفته تمام موتورسیکلت‌ها رو، یعنی حتی همون قدیمی‌ها رو از سطح جزیره جمع‌آوری بکنه. برای همین کیش تنها شهر بدون موتورسیکلت ایران محسوب میشه.